سلام، به پروژه نورهاک وادی خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم راجع به منطقه‌ای که پروژه ما در اونجا قرار داره بیشتر صحبت کنیم. نورهاک وادی در باشاکشهیر در بخش اروپایی استانبول قرار داره و یکی از مناطق در حال توسعه استانبول که رشد و پیشرفت اون در سالهای آینده حتی بیشتر هم خواهد شد. وسایل حمل و نقل عمومی در این منطقه اتوبوس و مترو هستند و دقیقاً در همسایگی پروژه ما یک خط مترو در حال ساخته که همراه با پروژه ما به پایان میرسه و باعث رشد قیمتی پروژه ما هم میشه. در باشاکشهیر مدارس و دانشگاه‌های خصوصی، دولتی و اینترنشنال زیادی وجود داره که فرزندان شما میتونن در اونها تحصیل کنن. قسمت شمالی منطقه باشاکشهیر از جنگل و مناطق سبز وسیعی پوشیده شده و همچنین رودخانه و دریاچه مصنوعی از زیبایی‌های این منطقه است. از نظر امکانات بهداشتی دارای مراکز درمانی خصوصی و دولتی بسیار مجهز و مدرن همگام با آخرین فناوری‌های پزشکیه، مثل بیمارستان چامساکورا هاستانسی که دقیقاً در کنار پروژه ما قرار داره. این منطقه از جمعیت جوان تشکیل یافته و بیش از 40% از کل جمعیت رو قشر زیر 20 سال تشکیل میدن. پارک ملت ساخته شده در این منطقه یکی از بزرگترین پروژه‌های تفریحی منطقه باشاکشهیره تا این منطقه رو به مرکز تجاری استانبول تبدیل کنه. در این محوطه با یک شهر تفریحی روبرو هستید که دارای باغ وحش، موزه گیاهشناسی، دریاچه مصنوعی، سالن‌های جشن، زمین‌های بازی، آمفی‌تئاتر و پارکینگ هست. مراکز تفریحی زیادی در باشاکشهیر وجود دارند، مثل یکی از بزرگترین استادیوم‌های فوتبال در استانبول. مال آف استانبول یکی از بزرگترین مراکز تفریحی و تجاری استانبول. این مجموعه متشکل از 5 برجه که هر کسی به استانبول سفر کنه قطعاً خرید و یک روز گردش رو در این مال انتخاب میکنه. و اینجا پروژه ماست، یعنی نورهاک وادی، منتظر حضور گرم شما هستیم.